3 سال پیغمبر صلی الله علیه وسلم مردم را دعوت سری میکرد، تنهایی یک به یک آنها را دعوت به این دین مقدس اسلام میکرد. بعد 3 سال آشکارا دعوت میکردند. 10 سال دیگر در مکه مکرمه آشکارا دعوت کردند. در مدت 6 سال 36 نفر انسان ها دین اسلام را قبول کرده بود. و وقتی که اذیت مشرکان مکه و ایمان آوردن آنها و دروغ شماری آنها پیغمبر خدا را و تهمت های آنها زیاد شد، پیغمبر خدا را جادوگر گفتند، دیوانه گفتند، مجنون یعنی جن رسیده گفتند. پیغمبر خدا بسیار اذیت دیدند، مسلمان ها را اذیت میدادند. سپس از جانب خدا امری وحی آمد که به مدینه منوره هجرت کنند. سالهای پیشین از مدینه در بیعت عقبه اولا 12 نفر مسلمان ها از مدینه منوره آمده بودند. برای آنها پیغمبر اسلام را تعلیم داده بودند. سال می آمدگی آنها 78 نفر شده آمدند. همراهی این 78 نفر مصعب ابن عمیر را به مدینه فرستانیده بود که حضرت مصعب رفته در مدینه برای اهل مدینه دین مقدس اسلام را تعلیم داد. دیری نگذشته در مدینه منوره یگان خانه نماند که به آن خانه دین مقدس اسلام ندر آمده باشد. یعنی در هر یک عائله اگر چندی که یک نفر باشد هم مسلمان یافت می شد. سپس وقتی که 13 سال در مکه پیغمبر خدا دعوت کردند، به سن 53 سالگی رسیدند، دیدند که یگان نتیجه درست نیست و فقط اذیت است. پیغمبر خدا از مکه مکرمه به مدینه منوره هجرت کردند. یعنی معنای هجرت ترک کردن یک شهری که در آنجا انسان الله تعالی را آزادانه عبادت کرده نمیتواند. اگر آزادانه عبادت کرده نتواند و یعنی هجرت نکند، او نیز گناهکار می شود. برای آنکه عبادت، نماز گذاشتن، خدا را یگانه شماریدن این فرض است. این هیچگاه ساقط نمی شود. باید انسان حساب خود را یابد و الله تعالی را عبادت کند، او را یگانه اعتقاد کند، 5 وقت نماز خود را باید ادا نماید. در این حالت پیغمبر خدا به مدینه هجرت کردند. الکی اهل مدینه همه مسلمان شده بودند و به پیشواز پیغمبر صلی الله علیه وسلم برآمدند. پیغمبر خدا در آنجا رفته اولین کاری که کردند مسجد خود را که به نام مسجد پیغمبر، مسجد نبوی که واقع در مدینه منوره است، آن را بنیاد کردند. بعد از آن به خانه ابو ایوب انصاری جای گرفتند. 10 سال باقی مانده در مکه مکرمه، در مدینه منوره باقی مانده احکام شریعت را پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مردم تعلیم دادند و در سن 63 سالگی در مدینه منوره از عالم چشم پوشیدند. یعنی این سیره پیغمبر، بلکه این سیره هم اسلام است، یعنی تاریخ هم اسلام است مختصر و هم تاریخ پیغمبر است. لیکن خودی پیغمبر از آداب و اخلاق و رفتار و کردار و این گریم در عالم از آن روزی که الله تعالی آدم علیه السلام را آفرید تا روز قیامت یگان انسان نیست که تاریخ به او اهمیت داده باشد چه خیلی که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم اهمیت داده باشد. در کتاب‌های شمائل، یعنی در کتاب‌های سیرت پیغمبر، حتی باب درباره شمشیر پیغمبر، باب درباره عصای پیغمبر، باب درباره مسحی پیغمبر، باب درباره پایافزال پیغمبر، باب درباره قمچین پیغمبر، باب درباره شتر پیغمبر، باب درباره اسب و خر و خچیر پیغمبر، درباره خانه پیغمبر، درباره فرزندانشان، زنهاشان، درباره عطرهایی که استفاده می‌بردند، در تمام میده و کلام درباره سیرت پیغمبر در آنجا معلومات داده شده است. حتی اگر انسان درباره شترهای پیغمبر قرائت کند در تعجب میماند چند شتری که در حیاتشان سوار شده باشد در کتابها نامهای آن شترها، عمر آن شترها، صفاتهای آن شترها نوشته شده است. عمر پیغمبر آن طرف است، دیگر چیزهایی که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعلق بود آن را نوشته شده است. که افسوس امروز ما بسیار چیزی یعنی درباره پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتنی بودیم و یعنی وقت برای ما امکانیت نمیدهد
لیکن در همه جبهه های حیات انشالله شاید در صحبت آینده این را مکملتر بیان کنیم. پیغمبر خدا در حدیث ها آمده است که فإن خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم، در عالم بهترین راه و روش این راه و روش پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بهترین تربیه، بهترین تعلیمات این تعلیمات پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. در همه، حتی در یک مجلسی بودیم که درباره بی‌آدابی کودکان امروزه شکایت شد که کودکان سلام نمیدهند به شخصان پیرانسال. حتی یک شخص خسته یعنی انتقاد گرفت که امروزه مردم برای فرزندان خود تعلیم نمیدهند. ما گفت شخصی که 50 گذشته است گفت که ما گفت یک زمانه زندگی کردیم که پدر و بابای و گذشتگان ما اگر در کوچه کسی اگر کودک سلام ندهد آن را تحقیر میکردند و ملامت کرده بر پدری تو لعنت، پسری تو کی؟ پسری کی هستی؟ گفته به سبب سلام ندادنش همین خیلی میگفتن. گفته در یک مجلس اینه پیشکش کرد که همه این سخن را قبول کردن. لیکن ما در همه حالت ها باید یک بار به راه و روش به تعلیم پیغمبر بازگردیم. پیغمبری خدا چگونه تعلیم میکردن؟ آیا به سبب یک سلام ندادن کودک سزاوار است که ما پدری او را لعنت کنیم؟ این لعنت کریمه بزرگ است. حتی پیغمبر خدا گفتند که وقتی که کسی لعنت از زبان او میبراید لعنت به سری فرستاده شده میرد. یعنی بر پدرت که لعنت که گفت بر پدری همین کودکی سلام ندادگی لعنت میرود که میبیند که سزاوار لعنت نیست. برای اون که سلام ندادن این گناه کبیره نیست، به سبب این لعنتی نمیشود یک انسان. بعد لعنت به آسمان میرود که جای نمییابد، به زمین میآید که زمین لعنتی نیست، به راست و چپ و پیش و قفا میرود که جای سزاوار نمییابد. بعد لعنت به جایی که برآمد به همانجا گشته میدراید و خودی لعنت فرستاننده. یعنی این نمودی تربیه را تعریف میکنم که گذشتگان ما در کوچه اگر کودکی سلام نداده را بر پدرت لعنت میگفتند، با این به تنظیم میدار. این تربیه پیغمبر نیست. تربیه پیغمبر چی است؟ حضرت انس رضی الله عنه میگویند که پیغمبر خدا اگر از نزد کودکان گذرند برای آنها سلام داده میگذشتند. این از تربیه پیغمبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من برای شما از جانب خدا سلامتی میخواهم، مهربانی میخواهم و بر زندگی شما برکه های پروردگار را میخواهم. گذشته میرفت. خواه کودک باشد، خواه پیرانسال باشد، سلام دادن این یکی از حقوق مسلمانی است. سلام دادن ثوابش بزرگتر است از علیک گرفتن. بنابراین یک قصه هم هست در این باره که حضرت عمر رضی الله عنه از حضرت علی رضی الله عنه آبروشون هم در نزد خدای و در نزد پیغمبر بزرگتر بود و سن و سالشان هم بزرگتر بود و لیکن میگویند که یگان مراتب علی به من سلام نمیداد، فقط من کلان سال برای علی سلام میدادم. بار حضرت عمر پرسیدن که برای چی تو؟ من از تو بزرگتر هستم و پادشاه هم هستم، برای تو حقوق دارم، استاد هم هستم و یگان مراتب سلام نمیدهی؟ من فقط برای تو سلام میدهم. حضرت علی گفتند که من پیغمبری خدا را شنیده بودم که گفته بودند کسی که دو مسلمان اگر وا خورده اولین شده کدام آنها اگر سلام دهد اول سلام داده اول به جنت می‌دراید. بنابراین من میخواهم که ایشان یعنی امیر مومنان حضرت عمر از من دیده اول به جنت درآیند. بنابراین یگان باکی ندارد که اگر کودک سلام ندهد ما همچون پیروی پیغمبر با آن سلام داده رویم. یگان جای لعنت نیست، یگان جای ملامت نیست، بلکه او این را از ما تعلیم میگیرد. بنابراین در همه ما یک مسئله سلام ذکر کردیم. حالی درباره خاندان پیغمبر، رزق و روزی پیغمبر، درباره رفتار پیغمبر همراه پیرانسالها، همراهی مهمانها، همراهی کودکان چه خیلی بود؟ آیا پیغمبر هزل و بازی میکردن؟ همراهی همسرانشان چه خیلی معامله میکردن؟ همراهی دشمنانشان چه خیلی معامله میکردن؟ درباره دیگر و دیگر اطراف نواحی حیات پیغمبر در همه آن عجایب چیزهایی هست که حقیقت راست گفت الله تعالی که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. در حقیقت در رفتار و گفتاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای مؤمنها عبرت‌های نیک است و نمونه‌های بزرگ، نمونه‌های بسیار عجایب هست. حقیقت ما باید در همه رفتار و کردار
اگرچه مانندی پیغمبر خدا شده نتوانیم هم باید تعلیم گیریم، دانیم که پیغمبر خدا اگر به سرشان این خیل حادثه ها روی دهد چه خیل جواب میگرداندن، چه خیل معامله میکردن. این چیزها را تعلیم گیریم تا اینکه گمانی ما با آن پیغمبر خدا گمانی نیک شود که خداوند بزرگ در سوره قلم تعریف کرد و قسم هم خورد انک لعلی خلق عظیم، ای پیغمبر تو صاحب خلق بزرگ هستی. گفت در عالم یگان شخصی نیست که خلق او مانند پیغمبر خلق بزرگ داشته باشد. بنابراین به وفاتشان امروز اگر 1431 هجری باشد، به هجرتشان 1431 سال شد به هجرتشان از مکه به مدینه و به 10 سال هجرت، بعد 10 سال هجرت وفات کردند. یعنی 1421 سال پیش از این جانب پیغمبر گذشتند. لیکن امروز بینید که در تمام گوشه و کنار دنیا پیغمبر خدا پیرو دارند. امروز اگر روز جمعه را گیرید در دنیا یگان دولتی نیست، یگان شهری نیست که در آن نماز جمعه نباشد و در آنجا اذان داده شود، اذان داده نشود که اشهد ان محمد رسول الله دارد، اذان شهادت میدیم که محمد پیغمبر خداست. گفته در تمام گوشه و کنار دنیا این صدا میدهد که هر یک شهر از دیگر شهر به سبب اقلیم وسیع بودن زمین فرق دارد که ما اگر در یک ساعت اذان بامداد گوییم بعد 1 دقیقه یا 2 دقیقه ما دیگر شهرها مانند اشک اذان میگوید، بعد 2 دقیقه دیگر شهر خوجند اذان میگوید. همین خیل کره زمین تا در مدت 24 سال کلمه های اذان خاموش نیست. وقتی که مؤذن یک شهر به کلمه لا اله الا الله رسید، مؤذن دیگر شهر که وقتی نماز در آنجا بعد 1 دقیقه فرا میرسد به کلمه الله اکبر شروع میکند. همین طور در مدت 24 ساعت در تمام گوشه و کنار دنیا عالم از ثنای محمدی، از ثنا گفتن به جناب رسول الله خالی نیست. یک بار به خاطر آریم آن روزی که پیغمبری خدا یک خودشان پیغمبر بودن، یگان پیرو نداشتن. اولین شده حضرت خدیجه مادر مومنا، همسرشان دین اسلام را قبول کردند. سپس حضرت ابوبکر قبول کردند، سپس حضرت علی قبول کردند. همین خیل فقط خویشاوندان و اهل عائله اشان بعضی از نزدیکانشان قبول میکرد. روزهای بود که 5 نفر و 6 نفر در مکه مکرمه غریب بودند، لیکن امروز بعد گذشت 1421 سال 1.5 میلیارد انسان ها امتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هستند. حتی بعضی یعنی دانشمندان غرب یک مقاله هم نوشتند که 100 نفر انسان هایی که بر تاریخ یعنی تأثیری خودش را رسانیدند. یعنی یک انسان به دنیا میآید که به سبب وی چقدر انسان ها تربیه میگیرد، از کتابی او فایده میگیرد و با راه و روش او استفاده میبرد، لیکن در مدت گذشت چند ساله وی از بین میرود، مزمحل میشود، مانند لنین و دیگر آنها یک مدت در بین سر برداشتند و باز از بین رفتند که امروز در تمام دنیا تقریبا 99% دنیا به یک دین از دینهای آسمانی معتقد هست. یعنی آنهایی که خدا نیست میگویند شاید 1% یا از این هم کمتر باشند که آنها از بین رفتند. پیغمبر خدا بینید که حقیقت پیغمبری هست که در همان مقاله هم که 100 نفر در آنجا نوشتند که 100 نفر به عالم تأثیری بسیار زیاد آورده است. در رقم 1 پیغمبرمون حضرت محمد علیه السلام را ذکر کردند. یعنی نویسنده نوشته صاحب مقاله این یک شخص بیدین است، به دین اسلام اعتقاد ندارد، لیکن همچون از روی علم تاریخ، از روی حقیقت واقعی نوشت که اولین شخصیتی که به عالم تأثیر خود را رسانید این محمد ابن عبدالله از مکه مکرمه است، پیغمبر اسلام است. خداوند بزرگ هم گفت که ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو یک انسان دغل معامله و درشت معامله و سخت گپ باشی هرگز در نزد تو مردم جمع نمیشن. این دین پیغمبر دین خدا بود. پیغمبر خدا عربی را نمیدانستند، یعنی نوشته نمیتوانستند، خوانده نمیتوانستند، دیگر زبان ها را هم نمیدانستند، خوانده نمیتوانستند، نوشته نمیتوانستند. یگان دانشگاه و دانشکده خوانده نبودند
برای آن پیغمبر را خدا امی اختیار کرد، یعنی شخصی بی سواد اختیار کرد، تا اینکه نگویند که این بابایش و پدرهایش پول و مال صرف کرده اینا خانان و امروز این دعوای پیغمبری دارد، نگویند. با این حکمت خدا پیغمبر را یک شخصی امی، شخصی که خوانده نمیتواند و نوشته نمیتواند، لیکن آن علمی که پیغمبر دارند امروز اکنون بعضی ها از آن علم باخبر شدند. پیغمبری خدا بسیار چیز را 1400 سال پیش گفته بودند، امروز به سبب ترقیات، به سبب یعنی پیشرفتی آن را به سبب بعضی جهازها معین کردند. لناگاه حیران می شود که این 1400 سال پیش در قرآن کریم خدا ذکر کرده است، در حدیث ها پیغمبری خدا ذکر کرده. این دین حقیقت دینی حق بودنش را برای ما میفهمد. خیلی گفتیم حقیقت بسیار موضوع ها را در یعنی فکر داشتیم که آن را برای شما مطرح سازیم، لیکن از سبب گذشتن وقت سخن را به آخر میرسانیم و ما شما باید این را بدانیم که یکی از سوالهایی که در قبر هر یکی ما پرسیده میشویم، پروردگارت کیست، دینت چیست، پیغمبرت کیست است. مجرد محمد پیغمبری ما گفتن کفایتی نمیکنه تا انسان پیغمبر را دوست دارد، موافق گفته های پیغمبر عمل کند. ما گفتیم که در همه جبهه های حیات یک مراتبه سخن پیغمبر را به خاطر آرید، خواه کشاورزی باشد، خواه صناعت باشد، خواه تجارت باشد، یگان چیز نیست که پیغمبر در آن مسئله سخن نداشته باشد. این علم های شیمیایی و فیزیکی، این چیزهایی که نه برآمد، این خدا در قرآن ذکر، این پیغمبر ذکر کرده. حتی علم جغرافیایی و دیگر تمام علم های دین و دنیا این همش در قرآن کریم و در سنت پیغمبر همش وجود داره. یگان کلمه، یگان مسئله در این عالم نیست که در قرآن کریم درباره آن معلومات نباشد یا پیغمبر در آن معلومات نداده باشد. حتی حضرت ابوذر غفاری گفتند که پیغمبری خدا درباره چیزی نمانده، حتی درباره پرنده‌ای که در هوا قنات میزنه درباره آن برای ما معلومات داده. بنابراین ما اول پیش از آن که به معلومات هایی که پیغمبر برای ما دادن، ما یک بار پیغمبری خدا را شناسیم، آداب و اخلاق و رفتار و کردار عجایب، حتی راهروی پیغمبر یک بار تعلیم گیریم، چه خیلی راه میگشتم، لباس پوشی پیغمبر تعلیم گیریم، صدقه پیغمبر، یاری دادن به یعنی بیچارگان، به همسایگان، چه خیلی اسلوب و اخلاق و آداب داشتن در همه جنبه های حیات. یک بار اگر ما این میتوانیم یک مسئله یک روز تعلیم گیریم، یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چه خیلی راه میگشتند، یک مسئله بزرگ است. خودی حتی بعضی علما میگن انسان از همین لباس پوشیش، از همین حرکاتش، از همین راهرویش به او بها دادن ممکن است چی گونه انسان است. بنابراین ما و شما باید یعنی مأمور هستیم که این پیغمبر خدا، این شخص بزرگ را پر از سیره این کس، از تاریخ این کس با خبر باشیم که ما که امتی پیغمبر گفته دعوا میکنیم، معنای امتی پیغمبر این پیروی پیغمبر، اقتدا کننده به پیغمبر. باید ما به آن امام بزرگوار در همه کارهای خود اقتدا و پیروی کنیم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.